4 سال من 4 کвадрат мазида ду ба ду دیدم کراواتی خوب دیدم یک کرسی نشست داشت یک جای دست روشی همینجا چند بار تیرباران کردم رحمتی کلام با یاد آوردیم یک لحظه صحیفه تاریخی قدیمه رو همین است اگر از آن نمی کشیدیم این روزا نمی رسیدیم ولی این جای خوب چند بار تیرک کردن در شهر خوجند نزد تئاتر کمال خوجندی 75 کس یارادور شد از آن جمله خودی من 2 کس وفات کرد 2 کودک از خلقهای وی تا حاضر در پا موندگی است 6 مراتبه تقدیر در بدخشان اگر باید باشد من گفته بودم من برای صلح و وحدت ملی مردم تاجیک جان خود را نثار میکنم لیکن صلح را به تاجیکستان میارم تهدید و خطر پراکنده شدن ملت تاجیک و از بین رفتن دولت تاجیکان بود ملت علاقه پراکنده شده ایستاده بود دولت از بین می رفت بعضا کشورها علاقه در تقسیمات برای فرو بردن دولت جوان تاجیکستان را کشیده بودند گروه های افراطی که حالا بعضا اون ادامه دارند حالا هم از خارج و بعضا جای دیگر آنها درد نمی کردند برای چون که آنها خواهیم بودند اونا نه حسی ملی داشتن نه حسی وطن دوستی نه وطن پرستی نه یکان چیزی دیگر نه ایمانشون هم فروخته بودن مذهبشون هم فروخته بودن اما نفس حرامشون باید قانع میکردن وقتی که انسان درک میکند آماده به همه کار بوده ما برای همین من با کابل اولین بار رفتم حالا که در 30 سال آخر کابل یگان رهبر دولت رفتگی نبود در شهر کابل جنگ بود جنگ می رفت من در همونجا با رهبرت سابق مخالفین وی کردم که اگر ما شما با خود آمده ملت را سرجم نکنیم در تاریخ ملت تاجیک ما شما را همچون ملت کوش هیچگاه خلق تاجیک فراموش نمی کند نبیره با عبیره ریشه و پیوند ما شما را نیست می کنند 20 جای کاری حالا با قریب 20 جای کاری دیگر تا آخر سال می شود 40 جای کاری برای بانوان برای زنها 1200 سامانی معاش رحمت با پدر و مادر چنین صاحب کاران اقلا لباس های کودکان مکتبی را دختر می توانند از این شروع کنند آینده دستشان رات می شود تمام هنرهای دیگر را استفاده می برند با در نظر داشت ذخیره‌های موجوده وزارت صنعت و تکنولوژی نو رهبران کارخانه و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه را ضرور است که برای برطرف نمودن کمبودی‌های در فعالیت کارخانه‌های صنعتی جای داشته چاره سری وقتی اندیشه علاوه بر این وزارت صنعت و تکنولوژی نو کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی باید جهت تأسیس دادن کارخانه‌های مشترک کارکرد اشیاء خام محلی چاره‌بینی‌های ادارگی تعیین نماید استفاده ثمرناک امکانیت‌های فراوان بخصوص در سمت رشد سیاحی ذخیره‌های طبیعی و کارکرد آنها گیاه و چشمه‌های شفابخش و مکان‌های تاریخی و فرهنگی یکی از راه‌های موثری تامین نمودن پیشرفت اقتصادیات ناحیه و غنی گردانیدن بودجه محلی میباشد اما خاطر نشان می نمایم که امکانیت‌های ذکر شده در ناحیه والجوام نسبت به دیگر منطقه‌های کشور ثمرناک استفاده نمی‌شود یکی از عامل‌های دیگری در سطح ضروری رشد نکردن سیاحی در ناحیه و اعتبار نگرفتن طلبات ساحه در وقت تجدید خواجگی‌های کشاورزی میباشد زیرا اکثر موضع‌های برای بنیاد انشاءات سیاحی موافق
به خوجگی‌های دهقانی وابسته کرده شدند و چنین وضع هنگامی به صاحبکاران یا شرکت‌های سیاحی جدا کردن قطعه زمین مانع ایجاد بود. جهت برطرف نمودن مشکلات ذکر شده، کمیته دولتی اداره زمین و گردشی، کمیته‌های رشد سیاحی و رشد محل، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه بلجوان را ضرور است که برای معین نمودن موضع‌های سیاحی، دستگیری صاحبکاران برای بنیاد انشاءات سیاحی در موضع‌های تاریخی و فرهنگی ناحیه، تشکیل خط‌سیرها، گسترش همکاری با شریکان رشد و سرمایه‌گذاران و صاحبکاران تدبیرهای علاوه‌ای اندیش. با وجود آنکه بلجوان ناحیه نسبتاً نو بنیاد به حساب می رود ولی تاریخ قدیمه و بای دارد و ما را ضرور است که یادگاری‌های تاریخی را برای نسل آینده از جمله سیاحان آباد کنیم و استفاده ثمرآلود آنها را برآوریم. بلجوان یکی از منطقه‌های میرنشین در قدیم میر در کجا میشیست؟ در شهرهای آباد، در ملک آباد. اما خیلی وقتی که میری بلجوان میگه در اینجا قلعه کرده باشد، بلجوان خیلی یک شهر و موضع تاریخی به شمار میرود. حالا همین را برقرار کردن برای جلب سیاحان، چون که تاریخاً این چیز است، در تاریخ خلق تاجیک است، ملت تاجیک است. حتما به این موضع آمده رفت سیاحان برای دیدن کردن بیشتر میگردند. سیاحان که وارد شدن جای خواب در کار، مهمان خانه در کار، آشخانه در کار، اینا همه جای کاری میشوند. محصولات شما میرود، درآمد میگیرین، زندگیتان خوب میشه. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هر یک عائله در حدود خانه خودش یک خانهش مهمانخانه کرده است تا $50 در یک شبانه روز پول کار میکند. انا آینده شما همین کارا را یاد گرفتنتان در کار. حاضر بینیتون یک قسمتی از شهر کلاب دیوایی که بالا هست، از آسمان بیکا پوشانی بالا پوشانی پایان این طرف یک قسمتی ناحیه مونند، به این طرف آمد رفت میکنند. ولی ما آموخته ایستادیم از طرف خوالینگ تا 40 دختران 10 کیلومتر راه کردن در کار یک پول 10 کیلومتر. یعنی سیاحان میتوانند از همین راه از همین مسیر به تماشای 40 دختران هم روند. مردم برای راه نزدیک شدن 80 قریب 90 کیلومتر این راه را استفاده میبرند. وقتی که راه شد، راه این حیات، این زندگی، یعنی چیکار کردن در کار؟ در دو طرف راه البته با صنعت بلند معماری، آشخانه، چایخانه، خب مرکزهای تجارتی، مغازه ها و کردن در کار. هنرمندان میتونند یک راسته هنرمندی، کاسبی، یعنی هر کس هنر که دارد با مراد میگیره با فروش میگذارد گذاشتن و میکنن. بنابراین وزارت فرهنگ، اکادمی علم‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه وادار کرده میشوند که با جلب صاحبکاران تا جشن 30 سالگی استقلالیت جهت پوره به انجام رسانیدن از نوسازی قسمت‌های باقی مانده قلعه میر بلجوان و بنیاد آثارخانه چاره‌های علاوه‌ای اندیش. دوستان عزیز، ناحیه بلجوان امکانیت دارد که در همکاری با ساختارهای مربوطه و صاحبکاران محلی توسط نصب پایگاه‌های آبکشی زیاده از 1000 گیکتار زمین‌های نو را در موضع‌های صوفی امان، سفید چشمه و چهارچشمه از خود نماید. چنین اقدام بر رشد اقتصادیات ناحیه، تأسیس جای‌های کاری نو و افزایش حجم محصولات کشاورزی مساعدت می‌نماید. در برابر از خود نمودن زمین‌های نو و گردش کشاورزی، برگردانیدن زمین‌های بایر نیز وظیفه رهبران و متخصصان ناحیه و دیگر وزارت اداره میباشد. قابل ذکر است که سالهای آخر در ناحیه بلجوان حجم استحصال محصولات کشاورزی منتظم افزایش یافته. سال 2018 کشاورزان به مبلغ 210 میلیون سامانی محصولات استحصال کردند که نسبت به سال 2017 همگی 6 میلیون سامانی زیاد میباشد. ولی این نشان دهنده با در نظر داشت طبیعت و شرایط اقلیم ناحیه ناکفایه به حساب می رود. علاوه بر این طبق تحلیلات ساکنان ناحیه از حساب میوه، گیاهای شفا بخش، چارهداری و زنبوری عصب پروری
даромади хуб гирифта истоданд. дар ин раванд зарур аст ки ба масъалаи захираву нигоҳдорӣ ҳамлу нақли маҳсулот ва нигоҳубини боғҳо эътибори ҷиддӣ зоҳир карда шуд. зеро талаботи бозори дохиливу хориҷӣ ба маҳсулоти хушсифат ва аз ҷиҳати экологии тоза хусусан меваҷоти ноҳия зиёд мебошад. ноҳияи балҷон барои тараққӣ додани соҳаи чорводорӣ низ шароити хуби табиӣ дорад ва тавре ки аз таҳлилҳо бармеояд саршумори чорва ва истеҳсоли маҳсулоти он пайваста тамоили болоравӣ дошта бошад ҳам парвариши чорваи хурсод ҳола ҳам ба талабот ҷавобгӯ намебошад. инчунин набудани коргоҳҳои хурду миёнаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла гӯшту шир ва анбору яхдонҳои нигоҳдории маҳсулот аз ҷумлаи мушкилоти чорвадорони ноҳия мебошад. ҳамзамон бо ин зикр бояд кард ки масоҳати заминҳои корами ноҳия қариб 4,500 гектарро ташкил медиҳад, аммо на ҳамаи қитъаҳои замин алахусус аз ҷониби хоҷагии ҷангал самаранок ва мақсаднок истифода карда мешаванд. хоб падару модар озуш ҳамин аст. ҳар як пастӣ баландии худша дорад. давраи ҷавонӣ тез мегзарад. агар ҳар касе хизмат карда бошад ба падару модари фарзандош нигоҳ мекунанд, мебинанд ки падараш чӣ гуна муносибат кард ба падару модари худ. ҳамун хел ғамхорӣ мебинанд, накарда бошад. ҳамун хел мерад. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.